سال 2015 همین شب و روز شهروند تاجیکستان شبنم خدایدادова در بازداشتگاه کشوری بلاروس بود. او را با درخواست تاجیکستان برای صحبت‌های انتقادی‌اش درباره حکومت تاجیکستان و عضویت در گروه ممنوع 24 هنگام کوششش برای سفر به اروپا بازداشت کردند. شبنم خدایدادова تنها 9 ماه بعد با کمک جامعه بین‌المللی آزاد و در اروپا پناهنده شد. طور اخیراً معلوم شد چالش و مشکلات او و خانواده‌اش با همین به آخر نرسیده است. شبنم حالا توسط اسکایپ با ما از پولشا میپیوندند. سلام شبنم، بگویید حالا چی حال داره؟ زندگی و مشغولیتتون چی است حاضر؟ به نهایت زندگی خوب دارم، شکر از آن میکنم که خوشبخت هستم. فرزندم در نزد من هست، از این خیلی خوشبخت میشوم که در روی خاندان خود فرزندم را میبینم، چون که بهترین نعمت برای هر یک زن فرزند است. فاطمه حاضر تحصیل میکنه در مکتب پولشا، همش خوب است، اما من شنیدم که برادرتون در پولشا حالا با شما است، اما با مشکلات معین روبرو شده است. این چی مشکلات است شبنم؟ برادرم وقتی که 16 سال داشت نابالغ بود، در تاجیکستان بود. از سن 16 سالگیش او را چند بارها اذیت دادند از طرف حکومت تاجیکستان، از طرف مقامات ها. او فعال سیاسی نبود شبنم، چطور شد که با یک کودک 16 ساله چنین برخورد شود؟ فعال سیاسی نبود، او دادر من بود، چون که او دادر من بود. وقتی که سال 2016 سنگ می زدن در خانه، از همان سال دادرم پشتیبانی مادرم را کرد. وقتی که پشتیبانی مادرم را می کند، همون کارگر مقاماتی که خودش را گفته است من KGB هستم و من حق دارم که هر چی که کنم به خانواده شبنم خدایدادova حق دارم، چون که حکومت به من این حق را داده است. بعدم دادرم را وقتی که میزنند، بعدی همون هر هفته روزی دوشنبه یا روزی سه‌شنبه خانواده ما رو میگرفتن میبردن. بعدن دادرم رو با مادرم نمیموندن، اجازت نمیدادن که آنها برگردند به خانه بیایند. دادرم را چند بارها زدن، بسیار میکوبیدن دادرم را. چی میگفتن؟ یعنی چرا مثلا محض دادرتون اینقدر اذیت میکردن است؟ از اون کودک چی میخواستن؟ وقتی که دادر من به دنیا میآید، اون کودک رو من خودم کلان کردم، چون که مادرم کار میکرد و دختری که اینجا خانه من بودم. پس از من که به دنیا آمد دادرم، او رو من کلان کردم و مادرم کار میرفت. یعنی روابط خیلی نزدیکی روانی هم با دادرتون داشتید؟ بله، او به نهایت با من نزدیک بود. همگی فکر کردند که وقتی که به دادرم مشکلی سر بیاید، من برمیگردم به تاجیکستان. من همه این رو پس سر کردم و برنگشتم. همه این رو من تحمل کردم، صبر کردم تا که یک راهی حل بیابم برای همه این مشکلی ها. شبنم حالا یعنی اگر دادرتون به تاجیکستان برگردد چی مشکلی خواهد شد؟ اگر دادرم به تاجیکستان برگردد، او را زندانی میکنند. این فکری من است. اگر که او برگردد، شاید که من هم برگردم، تا که دادرم آن روزهایی که من دیدم، من نمیخواهم که آن روزها رو دادر من بیند. هر چیزی که من در زندان گذاشتم، نمیخواهم که آن چیزها پس سر دادر من بیاید. هر قدری که کوشش دارم و هر قدری که تا وقتی که در بدن جان دارم حرکت میکنم که حمایه حقوق‌های انسانی دادرم را از دست ندهم و هر چیزی که باید از دستم برای دادرم انجام دهم. شبنم 6 سال گذشت، شما 9 ماه در بازداشتگاه بودید. یک دفعه حتی در صحبت با من گفتید که یکی از خادمای پلیس شما را زده بود. آثار همون ماها و همون دوره حاضرم هست؟ حاضرم احساس میکنید؟
من دو مرتبه جراحی شدم پس از زندان. جراحی چی؟ م، این جراحی تعلق به کسل‌های زنانه دارد. مهم. زنانه دارد. دو مرتبه جراحی شدم چون که همه اون تاثیر اون بود. حالا هم در نزد دکتر من طبابت میگیرم چون که نه آنقدر سلامتی هم خوب است. بیشتر از نظری روانیه؟ بله بله، عصبی بسیار میشوم. هر لحظه ای که مشکلی به سر دادرم میآید، هر لحظه ای که میبینم میخواهند که دادرم را به تاجیکستان استرداد کنند، دادرم را فرستانند، همون لحظه ها به خواب میشوم، همون لحظه ها فکرم بسیار میشود. شما برای اظهار نظرهای تنقیدیتون مورد بازداشت و گمانبر در افرادگرایی شده بودید. حالا هم آیا فعالیت‌های سیاسی را ادامه می‌دهید و چگونه؟ من فعالیت سیاسی ندارم عین حال راستی. در فکرم تماما پیش بردن فعالیت های سیاسی هم نیست، چون که عین حال من دانشجو هستم. میخواهم که دانشگاه رو کدام خوب دانشگاه؟ راستی به زبان تاجیکی نمیدانم چی میشود. международное отношение. روابط بین المللی. دانشگاه روابط بین المللی در پولشه؟ در پولشه، بله. یعنی در شما این دیپلمات شدن میخواهید؟ بله بله، چون که به نهایت همین هر تنقیدی که روی من آمد در صفحه فیسبوک و در دیگر جاها، توی بدمره شبنم و همه این چیزها مرا تاثیر کردن. همه سخنهای مردم. من خواستم که زندگیم رو به یک طور دیگر پیش بریده؟ پیش برم و زندگی نو برپا کنم برای خودم. فهمیدم. شبنم، پس حادثه های 6 سال پیش می شود گفت که موقع شما رو در نسبت فضای سیاسی و نقش شما در این فضا و تحولات تغییر داد. بله بله، میش... همه سرگذشته که من، هر چیزی که گذاشتم، همه اون در زندگی من تاثیر بینهایت کلان بخشید و زندگی من رو تماما دیگر کرد. می شود گفت که بازداشت و فشارهای سیاسی شما را هراسان کرد. بله بله بله. یعنی تمامی فعالیتی که تا حاضر داشتید شما از اون اظهار پشیمانی دارید؟ یعنی شما فکر میکنید که همین به نتیجه بود، یعنی برعکس کاری نادرست بود؟ فکر نمی کنم که نادرست بود، چون که وقتی که انسان هر چیزی رو، هر مشکلی رو که پشت سر میکند، در اون مشکلی حتما یک چیز خوبی هست، یک چیز خوبی دیده میشه در اون مشکلی. من فکر نمی کنم که همه اون بفایده بود. من برای خودم بسیار چیزها رو فهمیدم در زندگی. بسیار آدم ها رو شناختم، دوستی و دشمنی رو فهمیدم. شبنم، شما راضی هستید که میگن بسیار وقت میگن که از بیرون ایستاده تنقید کردن آسان است و حتی بیشتر هم میگن که نباید ضد کشور خود حرف زد. نظر شما با این پیام ها چی است؟ اگر که ما مثل لهستان یا که مثل جرمنی، دیگر دولت های اروپایی، امریکایی مشکل نداشته باشیم در داخل کشور، اپوزیسیای ما مشکل نداشته باشد در داخل کشور تنقید کند، البته که این خوب می شود. این روحیه دیگری می بخشد برای اپوزیسیای امروزه تاجیک. ما که می بینیم ما آزادی نداریم در تاجیکستان. از روی این اپوزیسیای تاجیک مجبوراً باید که هر مشکلی که در تاجیکستان است، از مشکلی تاجیکستان مردم دیگر را خبردار کنند
اگر که ما آزادی داشته باشیم در تاجیکستان، ما هم میخواهیم که در داخل تاجیکستان تنقید کنیم و حرف زنیم هر مشکلی که دارد. ما نمیتونیم که هر چیزی که بود، هر تنقیدی که بود، بسیاری سیاستمداران از طرف حزب نهضت اسلام چه از گروه 24 بسیاری ها در زندان هستند و تماما خبر و سر و صدا نیست نسبت احسان آدینایف. این چیزها رو ما باید آموزیم، این چیزها رو ما باید که در نظر گیریم. پاسخ شما با اونهایی که میگویند که انتقاد از بیرون، یعنی انتقاد تاجیکستان از بیرون، این خیانت است. بعضی البته این رو وطن دوستی حقیقی میشمارند، اما نظر شما به این چیز چی است؟ خیانت در آن نیست که حکومت را دزدی میکنند. خیانت در آن نیست که یک حکومت کلان تنها برای خدمت یک عائله هست و یک اولاد گوییم. همه ما میدانیم که تاجیکستان را اولاد رحمان چخل گویم کوری رو ود میکند، نمیدونم به زبان تاجیکی چی میشود، معذرت میخواهم. یک عائله رحمان گرفتگی ضبط کردگی هست و دیگر شهروندان حقوق حرف زدن رو ندارد. اگر در تاجیکستان من سال 2008 یاد دارم، آن وقت من شوهر داشتم و حامله بودم. آن وقت در خانه خواهر شوهرم بودم، سابق شوهرم، و در دوشنبه وقتی که چیزی گفتم نمیدانم، در یادم نیست اون سخنی کردم، بعدا همون خواهر شوهرم گفت که آسته آسته، نه هیچ کس نفهمد که تو این خیلی گپ میزنی، نباشه تو رو زندان میکنن. حتی در همان سالها این گپ و این کارها بود. تاجیکستان رو چگونه دیدن میخواهید؟ با نزدیکی فکر میکنم که تاجیکستان چگونه که هست همون خیلی میماند. امید ندارم که تاجیکستان ما یک تاجیکستانی آزاد باشد که هر یک شهروند آزادانه حرف زند و آزادانه از حقوقهای خودش حمایت کند. فکر نمی کنم که در روزهای نزدیک در یک 5 ساله 10 ساله می آمدگی ما این چیزها رو بینیم و احساس کنیم. امید دارم که تاجیکستان به یک دولت خوب برمیگردد که هر یک شهروند میتواند که حقوقهای خود را حمایت کند و از حقوقهای انسانی خود خبردار باشد. تشکر. شبنم خدایدادова یک فعال مدنی بود در مهمانی رادیو آزادی.